اینا را شما حق ندارین که مایی که هستم بیاین و بگین که شما کافر هستین. من به بی‌عدالتی ها اقرار میکنم در دوران خلفای راشدین از طرف اهل تسنن، از طرفی که یک اهل تسنن هستم. من قبول دارم شاید مثل من هزاران و یا هزاران نفر دیگه در اهل تسنن باشه. آیا شما فکر نمیکنین که لایفتان تقسیم میگذاره سر باور او از اهل تسننی که او از اهل تسننی که مثل ما اومدن مطالعه کردن در مورد اهل تشیع و از 2-3 نفر از برادر اهل تشیع خودشون، خواهر اهل تشیع خودشون دفاع میکنن؟ میخوام شما رو تایید کنم، گوش بدید. احسنت و احسنت. بزرگوار خیلی حرف زیبایی زدن. یک سوال خیلی ساده، حرفایشون رو شنیدیم. کسی از شما شک داره که ایشان حقیقت را نمیگن؟ اوکی، من الان ثابت میکنم که ایشان حرفایی که میزنه رو درش اعتقاد داره. ایشان هر چی میگه اعتقاد داره. اینجا آدمای خوب در نمیاره. خوب نگاه کنید. بزرگوار، من شما یک سوال دارم. خدایی که اصل اول اسلام توحید هستم، خدایی که من شیعه درش اعتقاد دارم، من صفاتایش را میگم، ببینید شما قبول دارید یا نه. همین خدای شما هم هست یا نه؟ خدای از من دست و پای نداره، خدای از من جسم نیست، لا تدرکه الابصار هست، با چشم ها دیده نمیشه. خدای از من لنگ نداره روز قیامت که من از لنگش بشناسم. خدای از من یک جوان نیست که موش فرفری باشه. خدای از من 6 تا انگشت نداره. خدای از من لیس کمثله شیء هست، هیچ چیز مانند خدای من نیست. سبحان الله العظیم هست. خدای من پاک و منزه از این صفات هست. خدای من خدایی هست که بزرگتر از چیزی هست که وصف بشه. آیا همین خدا را شما هم قبول دارید یا نه؟ و همین صفاتی که گفتم. ببینید آقای فنبا، ما وهابی تشریف ندارم، من وهابیت قبول ندارم که شما وهابی سوال نپرسید. خدای وهابیان باور شما هست یا نه؟ یک کلمه همین چیزایی که من راجع به خدای خود گفتم، همین خدای شما هم هست یا نه؟ این خدای من نیست. خدای من این خدای من نیست. این خدایی که شما میگین موی فرفری داره، مچون چی نداره. من گفتم خدای من نیستن. حرفا رو شما نمیدونم چجوری گوش میدید. من گفتم خدای من موی فرفری و دست و پای و اینها نداره. شما میگید خدا رو قبول دارید، درسته؟ که خدا موی و دست و پای و اینها نداره، درست؟ دقیقاً. احسنت. اینا سوال ساده. اگر یک نفر خود مسلمان بگه، مسلمان یعنی خدایش الله هست. یک نفر اگر خود مسلمان بگه من مسلمان هستم، الله هم خدای منه، ولی این الله را من روز قیامت از لنگش میشناسم، همین نفر را میتونیم کافر بگیم یا نه؟ خب فقط من میتونم بگویم که یک چیز جدید، بدعت ایجاد کردن در دین. بدعت ماشاءالله پیغمبر خدا میگه کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. هر بدعتی گمراهی هست، هر گمراهی در جهنم هست. احسن. اینا رو دما بگید که یک نفر میگه من مسلمان هستم، خدای من الله من لنگ داره، در روز قیامت از ساق پایش میشناسم، همین نفر را ما میتونیم تکفیر کنیم یا نه؟ کافرش بگیم یا نه؟ میگه مسلمان هستم، الله لنگ داره، روز قیامت از لنگش میشناسم، همین نفر مسلمان میمونه یا کافر میشه؟ بگذارید من یک موضوع رو براتون بیان کنم. بدعت در دین، همین نفر را مسلمان میگیم یا کافر؟ ما قبلا چند دقیقه پیش در مورد ارتداد، در مورد کافر بودن یک مسلمان ما بحث کردیم و شما گفتین که ما نمیتونیم یک مسلمان را ثابت کنیم. ما نمیگیم که مسلمان هست بعد یعنی یک نفر هست، ایور اسلام ایور کفر هست، عقیده عزیز با کدام میخوره؟ این میگه خدای من الله هست ولی الله هم لنگ داره. این رو توی مسلمانا جای بدیم یا توی کافرا؟ من نمیتونم در این مورد بحث کنم به خاطر که من قاضی نیستم. ببینید من نمیتونم در این مورد ابراز نظر کنم، قضاوت کنم با پیغمبر. میدونید چرا نظر دادن نمیکنه؟ میدونید چرا نظر دادن نمیکنه؟ من خدا نیستم که بگویم شما بر من چنین باور کنید. خدا میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. خدا در قرآن میگه. شما جای این که برید نهج البلاغه را بخوانید، اما ما کسی نیستیم آقای قنبر که ما رأی صادر کنیم. گوش. جای این که برید نهج البلاغه را بخوانید، جای این که برید حلیة المتقین را بخوانید، کاش کتابای خودم میخواندید بزرگوار سنی، کاش قرآن یک ذره میخواندید. الله در قرآن میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. برخلاف الله حکم بکنی کافر هستی. کسی را که خدا کافر گفته شما کافر گفته نمیتونی؟ بسم الله. شمایی که اینقدر حرفایتان قشنگ بود، خواهر اهل سنت شما آمده، کافر نگید مدراتور و فن پیجا. همین خواهر اهل سنت ما که گفت خدایی که دست و پای نداره، لنگ نداره، ریش نداره، او را قبول داره، ماشاءالله دای خواهر اهل سنت ما با این خدایی که داره، با این عقیده درستی که داره. حالا میخوایم ببینیم دروغ میگید یا راست میگید. کسی که بگه خدا لنگ داره، من او را تکفیر میکنم، من او را کافر میدانم، چون خدای من او را در قرآن کافر گفته. شما حاضر هستید کسی را که الله در قرآن کافر گفته کافر بگید، بله یا نه؟
ببینید آقای پیغمبر، شما بحث بدعت ها آوردین و چیزی دیگه ربط دادین، درست؟ کی بدعت است؟ بدعت در دین ایجاد میشه. بله بله بله. ما ببینین هر کس بدعت آشکار بدعت یعنی چی؟ نمیفهمم عربیه، میشه توضیح بدید؟ نوآوری در مذهب، در باور، در عقیده و چیزی که در یعنی نفر اول باید وارد دین شده باشه بعد نوآوری کنه. این اصلا ما ماندیم که همین وارد دین هست یا از دین خارجه. چرا خزعبلات میگی خواهرم؟ تو میگی بدعت در دین ایجاد میشه، خودم این نفر ما ماندیم که امیر مسلمانت بگیم یا کافر هستن. شما میگی بدعت. من اگر فقط یک چند دقیقه فرصت بدین. ببینین دوستان، یک دانه از مطالب من جواب نمیده و سوال من ساده هست. این که خدا کسی که بگه الله لنگ داره کافر هست یا نه؟ ایشان همین الان میگم صدای خدا میبندم، ایشان را جان به جانش کنی تکفیر نمیکنه کسی را که گفته باشه خدا لنگ داره. من طرفدار وهابیت نیستم. من صدای خدا میبندم. صحبت شما میایین وهابیت هم پترا میکنین و کی با مو کسایی که مثلا پیرو اهل سنت اما حنفی هستن. آیا حنفی ها چنین باوری را دارن که خدای ما موی فرفر دارن؟ حنفی ها چنین باوری دارن یا نه؟ گوش بدید. شما دو کلمه خواندی اینجا در خیال تو با کلمات میتونی بازی کنی. میگه عقیده وهابیت در جان مسلمانان حنفی مذهب میزنید. بسم الله. امام مذهب حنفی چه کسی هستن؟ امام ابو حنیفه. ابو حنیفه نعمان ابن ثابت مشهور در ابو حنیفه. عقیده ایشان در باب توحید. شما میگید این نیست که ابو حنیفه نگفته که خدا پای داره خدا دست داره، درسته؟ احسنت. ابو حنیفه میگه حرف من یا تایید کو یا رد کو. خوب گوش کن. آیا ابو حنیفه گفته یا نه که هرگاه حدیث صحیحی از پیغمبر به شما رسید اونمو حدیث را بگیرید چرا که مذهب من حدیث صحیح هست؟ گفته یا نگفته؟ من چنین چیزی نخوندم. ابو حنیفه نگفته همچین چیزی؟ من چنین چیزی نخوندم. اشکال نداره. ایشون چنین چیزی نخوندن. یک مورد دیگه مطرح میکنیم. آیا کلامی که ابو حنیفه زده باشه برای شما حجت هست یا نه؟ نه خیر. پس کلام چه کسی برای شما حجته؟ ببینین امام ابو حنیفه فعلا و در عصر حاضر زنده نیست. ما اجماع قیاس داریم. اجماع و قیاس چرا از این شاخه تا اون شاخه چه ربطی در اجماع و قیاس داره؟ مگر راجع به احکام فقه صحبت میکنیم. تو کلمه خواندی ما الان کل جمله هایی که بلدی میخوای استفاده کنیم. نه ربطی در اجماع داره نه ربطی در قیاس. چه ربطی داشت اصلا؟ مگر ما میخوایم راجع به استنباط احکام فقهی صحبت کنیم. در باب عقاید هست. اینا رو گوش بدید. چه چیزی کلام چه کسی برای شما حجت بزرگوار؟ ابو حنیفه حرفش حجت نیست. یعنی ابو حنیفه اگر یک گپ زده باشه شما در عنوان کسی که مقلدش هستی یا حرفش رو قبول میکنی یا رد میکنی. حجت نیست. میشه از شما بپرسم کلام چه کسی برای شما حجت هست؟ اطاعت از چه کسی بر شما واجب هست؟ بفرمایید. بعد از قرآن کریم سنت و بعد از سنت اجماع و قیاس. ما این چهار چیز به نام حجت خود قبول داریم. اناری میرسه. قرآن کریم الله عز و جل در قرآن کریم سوره قلم آیه 42 میفرماید که اعوذ بالله من الشیاطین اللعین الرجیم یوم یکشف عن الساق. روزی که از ساق پای روزی که از ساق شناخته میشود. یک گفتم قرآن سنت چه کسی؟ پیغمبر خدا در صحیح بخاری اصح کتب بعد کتاب الله چی میگه؟ روز قیامت خداوند از ساق پای خود شناخته میشه. پس از قرآن ما برایش آورد. از سنت پیغمبر برایش آوردم در کتاب بخاری. در مورد اجماع بر این هست که یوم یکشف عن الساق روزی هست که خدا از قلمچه پای خود شناخته میشه. البته در باب اشاعره فرق میکنه. 3 4 و در باب قیاس آیات قرآن با چه چیزی میتونید قیاس کنید؟ با هیچ چیزی. مکمل آیات قرآن سنت پیغمبر هستند که من هم از آیه قرآن سوره قلم آیه 42 و هم از سنت براتون دلیل آوردم. در باب اجماع هم دلیل آوردم. اینا رو مرد بشید رد کنید. بسم الله. گوش کنین آقای پیغمبر. سوال آخر ازتان میپرسم و میرم خیلی اگر سوال آخر برام جواب دادین من درست میگم. هر چی که شما میگین اونم درست است. بیاین بر ما بگوین که آیا از نظر شما اجماع و قیاس اهل تسنن کامل است و یا اینکه چندین ما بسیار زیاد میبخشین که ما بسیار زیاد امیال احساساتی شدیم. فعلا یادم رفته اسم چیره
کسانی که توزیع المسائل مرجع تقلید مراجع تقلید. بله. آیا از نگاه و دید شما اجماع و قیاس اهل تسنن نرین طرف وهابیت فقط اهل حنفی و مذهب حنفی این کامل است و یا که شما چندین مرجع تقلید دارین و اگر شما بیاین مرجع تقلید سیستانی را بخونین میبینین که او یک ذره مثلا بعضی از رفتارها و بعضی از سوالات بسیار آسان جواب داده، میاین مرجع تقلید کسی دیگه را میخونین او یک ذره گرفته مثلا